بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بسیار خوشحالم عزیزان که باری دیگر خداوند فرصتی داد تا در خدمت شما عزیزان باشیم با یک موضوع بسیار بسیار حائز اهمیت و مفید و مهم که خیلی از شما عزیزان درخواست داده بودید و متاسفانه تا حالا خیلی بهش پرداخته نشده و موضوعی بسیار حائز اهمیت برای خانم ها به درجه اولا که باید بدونند با چند و چوند این موضوع چطور کنار بیان و برای آقایون تا بدونند که اون چیزی که اتفاق میفته چیز عجیبی نیست و برای همه اتفاق میفته تا بدونند که چطور خودشون رو جمع جور کنند. برای دیگر عزیزان هم که خب بدونن که همچنین مرحله ای از زندگی جلوی رو هست. عزیزان، حکایت روند زندگی انسان هست که خداوند متعال ما رو اطوارا خلق کرده، یعنی مراحلی از زندگی رو ما طی می‌کنیم. نوزاد بودیم و کودک بودیم، بعد شدیم جوون، در میان یک مرحله انتقالی رو طی کردیم که مرحله بسیار مهمی بود، مرحله نوجوانی. در قضیه نوجوان و مسائلی که مربوط به نوجوان ها هست ما در سفره دل برنامه‌های ویژه داشتیم. چرا؟ چون این مرحله بسیار پرتنشی هست، اضطرابات خاص خودش رو داره، تغییر و تحولات هورمونی که در جسم به وجود میاد در سلوک و رفتار نوجوان تأثیر بسیار زیادی میذاره. بعد از مرحله جوونی کودکی رو داشتیم، اومدیم به جوونی، در میان یک مرحله نوجوانی رو سپری کردیم. الان از مرحله جوونی میخوایم به مرحله پیری برسیم، در میان یک مرحله میانسالی رو طی می‌کنیم که این میانسالی در خیلی از موارد شبیه هست به این مرحله نوجوانی. حکایت همون تغییر و تحول از یک مرحله به مرحله دیگه است و همون تغییر و تحولات هورمونی که در جسم به وجود میاد و در نمو فرد، در شخصیت فرد، در مطرح شدن فرد در جامعه تأثیرات خیلی عجیبی میذاره. شما شاید دیده باشید عزیزانی که احیانا بین 40 تا 55 سال این مرحله اتفاق میفته و برخی ها البته زودتر. یعنی چی؟ یعنی اینی که طرف زودتر پا به میدون گذاشته، در مسیر فعالیت های اجتماعی بوده، کار کرده، زود ازدواج کرده و شاید در 35 سالگی هم این مرحله یا این حالت براش پیش بیاد. اما عموما در بین 40 تا 55 سالگی در این به اصطلاح مرحله حسب اون فرد، محیط اجتماعیش، قوت جسمانی و جنسیش، این مسائل براش به وجود میاد. حالا چه تغییر و تحولاتی رو ما احیانا احساس میکنیم در افراد؟ میبینیم که طرف یه آدم خاصی بود با یک سیستم خاصی از زندگی، با یک شیوه خاصی از زندگی، یک وزن اجتماعی خاصی رو داشت. یهو میبینیم که موهاشو به یک شکل خروسکی در میاره. بابا تو 45 سالته، 50 سالته، اینجا رو تیغ زدن بالای مو سرتون همچین مثل خروس گذاشتن، یا ریششو یک به شکل مثلا که جوونای مثلا 20-25 سال در میارن اونطوری در میاره، یا لباسشو طوری میپوشه که یعنی نه اینکه لباس مثلا گناهی مرتکب میشه، نه، یک لباسی میپوشه که در شأن این فرد با این عمر نیست. یا خانم‌هایی رو میبینیم که یه دروغای شاخدار میگن، مثلا میبینید که دم و لوچش آویزون پیرزن تو زایشگاه بچه هشتمش رو داره به دنیا میاره، وقتی میاد خونه میخواد که به شوهرش بگه یا به اطرافیان برسونه، میگه که اون مامایی که به تو زایشگاه بود وقتی از من پرسید بچه چندمته، گفتم بچه هشتم، شاخ در آورد، گفت که اصلا بهت نمیاد، من فکر کردم بچه اولته. یا مثلا خانومی رو میبینید که وقتی برمیگردن به خونش، خب الان 40-45 سالشه، 30-35 سالشه
میگه که میدونید زن فلانی اونجا بود. خب چی شد؟ گفت که خودم رو که معرفی کردم گفت که شما ازدواج کردید؟ گفتم من ازدواج کردم، مادر 5 تا بچه هستم. گفت اصلا بهت نمیاد، فکر کردم که هنوز ازدواج نکردی. این حرفایی که به اصطلاح خانم ها میان به اصطلاح چخانه‌ای که به اصطلاح سر میدن که همشون حول و حوش همین قضیه است. آقایون یه تغییر و تحولاتی تو روشون ظاهر میشه، خانم ها این مسائل براشون پیش میاد. در آقایون بیشتره. چرا؟ چون که عموماً خانم ها این روند زندگیشون هست که یه چیزی که براشون اتفاق میفته اونو پنهانش کنن، نمیخوان که به اصطلاح همه چیز رو لو بدن. خودشون زن عموماً یک موجود مستوری هست، پنهان میکنه دو خودش رو به اصطلاح نمیخواد که لو بده، یا احیانا این مسائل باعث رسوایی اجتماعی میشه. آقایون نه، آقایون وقتی که همچین مسائلی میاد دادشو میزنن، داد میکشن و میبینیم که این مرحله عمر بسیار بسیار حساسیش از این جهت هست که یه عشقی هست، عشقی که یک هیجان هیولاواری به وجود میاره، داد و فریاد میکنه. ببینید عشق، ما دو نوع عشق داریم. یک عشق یک احساسی هست که مثل یک شمعی روشنش میکنی، این شمعه کم کم این روغنه رو میسوزونه، جون میگیره، سبز میشه، آتیشش خوشگل میشه و پایدار میمونه. این عشق سالمی هست که دوام میاره. یه عشق دیگه هست که یه آتیش گنده رو میندازی، یهو آتیش میزنه بالا و اون هیزمای چیزی که هست یهو میسوزه چون بنزین ریخته بودی و کم کم این پایین میاد و میمیره. این مرحله اینجا که عشقی که به وجود میاد در واقع همچنین عشقی هست. حالا چرا به وجود میاد؟ اولش اینه که تغییر و تحولاتی که در خود جسم انسان به وجود میاد و انسان شروع میکنه به طرف پیری میره. خب پیری میره، یک ضعف‌هایی در فرد ایجاد میشه، یک قدرت‌های جسمی و عاطفی که در فرد بود این قدرت‌ها پایین میاد. اما در عین حال این چه وقتی هست؟ این وقتیه که فرد مسیری از زندگی رو طی کرده. فرد الان از نظر اجتماعی یه جایگاه خاصی داره، از نظر اقتصادی تا حدود زیادی استقرار پیدا کرده، خونه داره، زندگی داره، همه اینا. یهو متوجه میشه که کم آورده. چطور کم آورده؟ این مثلا این نمود این در خانواده هایی که استقرار عاطفیشون یکم متزلزل هست بیشتر پیدا میشه. مثلا خانواده هایی که زن خانه کارمند هست، زن خانه کارمند بود، شوهر خوشحال بوده از این که یه درآمدی داره میاد، تو وضع اقتصادی که هستیم این کمک کار خوبی هست، برای شوهر تحمل این وضع سختی ها داشت، یک حسابی پس میداد، اون قضیه عاطفی و محیط و استقرار خانواده متزلزل بود، این رو تحمل میکرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که به اصطلاح زندگی به چرخونه، دو موتوره میتونیم خونه رو به پیش ببریم. حالا دو موتوره یه مقداری رفتیم تو قلتک افتادیم، زندگی یهو 40-45 سالش آقا تازه یادش میفته دیگران 5-6 تا بچه دارن، من تنها 2 تا بچه دارم. دیگران از نظر وضع و حال اجتماعیشون بسیار رشد کردند و استقرار خاصی دارن. من زن دارم، خونه دارم، ماشین دارم، زندگی دارم، مادیات دارم، اما انگار که استقرار ندارم، آرامش ندارم، انگار نه انگار که زن دارم. خب پس اینجاست که دیگه دمدم میکنه و دنبال اینه که من باید یک کار بکنم. میبینیم که حرفایی هم که میزنه، جوونیمو ضایع کردم، من عشق جوونیمو نبردم، از جوونیمو اصلا لذت نبردم. همیشه نق میزنه، همیشه دنبال اینه که ببینه از زنش یک نقطه ضعفی پیدا کنه و هی به رخش بکشه. همیشه میخواد که یک جنجالی به وجود بیاره. چرا؟ چون احساس میکنه که تو زندگیش شکست خورده، به خصوص افرادی که هیچی دیگه تو زندگی گذشته و اونا نتونستن مثلا موفقیت های خوبی به دست بیارن، یا حتی اگه موفقیت های خوبی به دست آورده
تونسته اختراعاتی داشته، مهندس بوده، نمیدونم نویسنده بوده، عالم دین بوده، تونسته 10 تا 20 تا کتاب بنویسه، تونسته نمیدونم 200 تا دانشجو رو تربیت کنه و اما خودش راضی نیست. مهمترین نقطه اینجا عدم رضایت هست. عدم رضایت از اون چیزی که من به دست آوردم. پس اینی که من یه تجربه‌ای که از زندگی داشتم تجربه‌ای نیست که راضی باشم. خب حالا چیکار کنم؟ فکر این است که بیا و یه تجربه رو تکرارش کن. الان یه ازدواج داشتی، یه مقدار از زندگی رو طی کردی، یه پختگی داری از نظر روحی روانی، میدونی که با مردم چطور رفتار کنی. الان چرا من نیام این مسئله رو تکرار نکنم؟ چون که این حالت نارضایتی در فرد وجود داره و احساس میکنه که توان تکرار تجربه رو هم داره. البته تو راش هم خیلی ها سبز میشن، چون که این مسئله یک نیاز هست، طرف دنبال یه نیازی هست، افراد زیادی رو میتونه جذب کنه. تو جامعه یک قشر خاصی از جامعه رو ما داریم، دخترهایی که به اصطلاح منتظر ازدواج هستن و در فکر ازدواج هستن. این دخترها خب چون که تجربه دارن در مسیر زندگی، که ناکامی هایی رو زیاد دیدن، تکرار طلاق رو زیاد دیدن، خانواده های که موفق نیستند رو زیاد دیدن، خودشون نمیخوان تو اون دردسرها بیفتن. الان یه فردی رو دیدن که از نظر اجتماعی خوبه، خوشنامه، خوش برخورده، از نظر اقتصادی خوبه، اما چی؟ زن داره، بچه هم داره. خب اشکال نداره، من میتونم زن دوم باشم، اما میتونم از این فرصتی که مضمون هست، ضمانت شده هست، چرا خودم رو برم به اصطلاح تو دام یک جوونی بندازم؟ جوون به خصوص افرادی که مثلا دور و برشون جوونایی که امید هست که مثلا با خواستگاریشون بیان، همچنین رضایت بخش نیستند. خودش از نظر دانایی و فهم و درایت رشد کرده، جوانای اطرافش رو میبینه، جوانای همسن و سالش یا از خودش بزرگتر رو میبینه، چشم دلش رو پر نمی کنن، چون آگاهیشون کمتره، ساده ترن، ساده لوحانه هستن. واهمه و ترس داره که نکنه پسر دایی، پسر عمو یا فلان همسایه بیاد خواستگاری، بیاد رد کنم، خب بدنامی داره، پدرم از پدرش خوشش میاد و اینا، اما طرف چندتایی تو بارش نیست و وزنی هم نداره. پس اگر من بیام زن فلان آقا باشم که تو زندگیش موفقه، خب چه اشکالی داره؟ این افراد هستن، جوون هست، شکل و قیافش زیبنده هست و میتونه به اصطلاح این فرد رو شکارش کنه، میتونه جذبش کنه. این فرد خودش در این مرحله عمری قرار داره. میبینیم که زیاد اتفاق میفته که بیشتر ازدواج‌های دومی که صورت میگیره در چه عمری هست؟ در همین مرحله به اصطلاح 40 تا 45 سال. افرادی که این رو به حساب اسمش رو مثلا بذاریم نوجوانی متأخر یا نوجوانی که دیر رسیده، دیر رس، حالا مثلا 35 سال به بالا هم در بعضی‌ها اتفاق میفته. این مرحله است که بیشتر انحرافات اخلاقی هم در همین مرحله صورت میگیره. اون مردی که ارزش‌های اخلاقی در پیشش زیاد پخته نیست، پایبندی به دینش زیاد پخته نیست، میبینیم که خیلی وقتا در لغزش میفته. میبینیم که پدری هست میاره پیش بچهش بازی‌های بچگانه یا نوجوانان رو میگیره استفاده میکنه، احیانا لباسی میپوشه، لباس بچگانه. یعنی همین مرحله‌ای هست که مرحله‌ای که این به اصطلاح پدر این رو طی میکنه و این فرصت براش زیاد هست که ازدواج مجددی رو تکرار کنه. آیا این در این ازدواج مجدد موفق میشه یا خانمش با این مرحله چطور باید برخورد بکنه؟ ما این مسئله رو چرا مطرح میکنیم؟ چون که باید آقایون بدونند این اتفاقی که داره میفته طبیعی است، برای همه اتفاق میفته، این تنها مال فلان و علان نیست. اما اینه که این افراد چطور با این برخورد میکنن، چطور این رو میسازن، چطور باش کنار میان. نوجوانی رو ما طی کردیم، با این نوجوانی چطور کنار اومدیم، خانواده ها چطور کنار اومدن. مادری اونجا بود که نوجوان رو کنترل میکرد. الان این آقا نیاز به یک مادر داره.
حالا اون مادر خودش که نیست، همون همسرش که در کنارش هست باید این مسئله رو درک بکنه که این اتفاقی که الان داره صورت میگیره این طبیعی است و من باید به گونه‌ای باش کنار بیام. همونطوری که مادره به بچهش میگفت که پسرم ببین میری بازی میکنی مواظب باش ها، دیر خونه نیای خواهشن، و مواظب باش که خودتو زخمی نکنی، با کسی دعوایی رو نندازی، جر و بحث نکنی. الان همین مادره با همین روحیه این نقش رو باید خانمش بازی کنه. خانمش الان میبینه که این فرد داره خاطرات خودش رو مرور میکنه، میبینه که من موفق نبودم، راضی نیست. حالا چه کار باید بکنه؟ باید این رو بیاد بادش کنه، بیاد بهش برسونه که تو خیلی زحمت کشیدی، واقعا همه موفقیت های ما ثمره اون زحمت های شماست. ببین بچه‌هات ماشاءالله بزرگ شدن، همه اینها به خاطر اینه که تو خودت تلف کردی واسه ما، زحمت کشیدی. ازش قدردانی کنه، با اون میزان محبت و عشقی که ذخیره کرده اون رو یهو بهش بده و همیشه بهش برسونه که نه، یعنی منتظر این نباشه که اون شروع کنه نق زدن که من موفق نبودم و فلان و از این حرفا، بلکه اون بیاد بهش برسونه که نه، تو در زندگی موفق بودی. ایدئال هیچ که نیست، همه به اصطلاح شکستایی رو تجربه میکنن، همه کوتاهی‌هایی رو دارن، اما در حد خودت با اون توانمندی‌هایی که داشتی تو بهترین بودی و همینی که این خانواده رو داری، همین که ما در کنارت داری، همه اینها به گونه این عشق رو مهار کنه. ببینید ما انگار که ما داریم یک سفری رو طی می‌کنیم. این نشه که من سفرم رو طی کردم، یک مسافرت دارم میرم، رانندگی میکنم، مسیرم 1000 کیلومتر راه بود، الان نرسیده به تهران خودم رو خسته کردم، یه چرت میزنم میرم تو دره. خب هم زندگی رفت، هم من رفتم، هم ماشین رفت، همه چیز رو از دست دادیم. این اتفاقات بسیار میفته. این افرادی که به این مرحله نوجوانی دیررس حالا اسمش رو بذاریم یا این عشق میانسالی در این بحران میافتن، اونا میبینیم که تصرفات عجیبی میکنن. طرف رو میبینی از وضعش ناراضی هست. آقا من مثلا چی هستم؟ رئیس پزشک خوبی بوده، رئیس دانشگاه شده، دانشگاه پزشکی. میگه رئیس دانشگاه پزشکی بوده، این چرته، این چیه؟ من به کجا رسیدم؟ من چی کار کردم؟ ای کاش من راننده تاکسی باشم. میاد مثلا این منصب و کار و اینی که به دست آورده این رو میزنه دور و میره دنبال یک کاری که به مراتب شاید بدتر باشه. یه تاجر خوبی هست، سرمایه‌دار بسیار خوبی هست، میبینیم که سرمایه‌اش رو با یک تصرف بسیار پوچ از دست میده، با یک کسی که میدونه شکست خورده یا نمیدونم همه این فروشگاهی که به این میلیون ها یا میلیاردها ارزش داره، این رو میاد به یک کسی به یک پول پوچی در مقابل مثلا یه ترلی عوضش میکنه که من میخوام راننده ترلی بشم. خب یعنی یه تصرفاتی میکنه که تصرفات نرمالی نیست. در قضایای اقتصادی، در قضایای یعنی در قضایای کاری، در قضیه ازدواج میبینیم که میاد ازدواج میکنه با یک کسی که به مراتب با اون اختلاف داره، اختلاف عمری بسیار بالا. طرف 50 سالش هست، میاد با یه دختر 20 ساله ازدواج میکنه. دختر 20 ساله هم براش این طرف مهم هست. چرا مهم هست؟ اولا اینی که میبینه که وضع اقتصادیش خوبه و استقرار داره. حالا 50 سالش هست، به این فکر نمیکنه که مثلا این شاید 10 سال بیشتر دیگه عمر نداشته باشه، عمر دست خداست، اما به هر حال روند زندگی اینطوریه. 60 سال که رسید حالا میمیره، وقتی که مرد یا نمرد و به هر حال به 60 سالگی رسید دیگه افتاده. این خانم تازه 30 سالش هست، اینو فکر نمیکنه، یا اگر هم فکر میکنه میگه خب بیمیره، ارثیه خوبی به من میرسه، میتونم زندگی مستقری داشته باشم. یا اینی که فکر میکنه که این فرد یا اون به اصطلاح دختر خانم یک نوع فقر عاطفی داره، در یه خانواده‌ای بوده که اشباع عاطفی براش صورت نگرفته، پدری نداشته که اون رو همیشه در آغوشش داشته باشه، بهش به جان بگه، و مادری نداشته که بهش به اصطلاح این عاطفه‌اش رو
محبت بهش بده. الان یک کسی رو داره که خوب حرف میزنه، خوب رابطه اجتماعیش خوب هست، اون رو میتونه به صورت زود جذبش بشه و این فرد هم که در این نوجوانی دیررس قرار گرفته به اصطلاح میشه اینو به اصطلاح باش ازدواج میکنه. ببینید ما در این بحرانی که صورت میگیره آقایون چند نوع هستند. یه موردش همینی هست که فوراً اقدام میکنه و ازدواج میکنه. حالا این ازدواج چقدر اگر مثلا زنش بیاد داد و فریاد کنه، کل سیستم زندگی رو به هم بزنه، طلاق بگیره زن اولش، بچه ها و همه داغون بشن، چون که نمیدونن این حالتی که اتفاق افتاده یه حالت طبیعی هست، خب باعث میشن که کل چیز رو از همه زندگیشون رو از دست بدن. تازه این آقا بعد از چند ماه، این مرحله به اصطلاح در برخی از آقایون 2 ماه طول میکشه، 6 ماه طول میکشه، 2 سال طول میکشه، در بخشی تا آخر عمرشون همراهشون هست این بحران. خب میاد این فرد، زنی که به اصطلاح این مسائل رو اطلاع نداره، آگاهی نداره، خب میاد زندگیش رو از بین میبره، مثل همون راننده میشه که تمام چیز رو از دست داد. این آقا هم بعد از مدتی که به سیستمش برمیگرده و نرمال میشه میبینه که همه چیز رو از دست داده، زنش رو طلاق داده، بچه‌هاش هم از دستش رفتن، خانوادهش پاشیده شده. الان با این ازدواج دومی کرده هم موفق هست تا حدودی یا نیست، این دیگه برمیگرده به روند این ازدواج. بعضیای دیگه هم همینه که چون که یک ارزش‌های اخلاقی نمیتونه اونا رو خوب مهار کنه، خودشون در این مورد مشکل دارن، میبینیم که با همین حرکت‌های ناموزون میبینیم که 45 سالشه، دوچرخه ورزشی گرفته، لباسی میپوشین که نه اینکه زشته یا نه در شأنش نیست، یا قبلا اجتماع جامعه این رو به شأن این فرد نمیدونه و این کارا رو قبلا نمیکرد. میاد با نوجوانا ور میره و به اصطلاح این ور اون ور میره و دنبال پیکنیک و نمیدونم چی و همش با جوونکا و اینا این ور اون ور میره، میخواد که به اصطلاح انگار که میخواد که اون جوونی که از دست داده و فکر میکنه از دست داده رو به اصطلاح تکرارش کنه یا برگرده بهش و همینی که گفتیم تغییر و تحولاتی در سیستم کاریش میده. اما خب الان ما چه کار باید بکنیم یا چطور خودمون رو نگه داریم؟ ببینید در قرآن کریم این مرحله 40 سالگی 2 بار خیلی خوب و با وضوح ذکر شده. یک بارش در سوره احقاف آیه 15 هست که خداوند متعال ذکر میکنه ارزش‌های اخلاقی فرد رو که چطور انسان رو توصیه کردیم به پدر و مادرش برسه، مادرش چه زحمت‌هایی براش تحمل کرد و الان اومد رسید به مرحله پختگی. خداوند متعال میفرماید حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال، تا وقتی که به 40 سالگی رسید، پخته شد، اینجا بود که گفت رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. بار الها به من کمک کن تا شکر این نعمتهایی که بر من ارزانی داشتی و بر پدر و مادرم ارزانی داشتی. یعنی چی؟ یعنی نعمتها رو داره میبینه، یعنی قدرشناس هست، یعنی راضی هست، راضی هست از وضع خودش و شکر خدا رو به جا میاره به اون نعمت‌ها که به خودش و پدر و نیاکانش ارزانی داشته و نعمل صالحا ترضاه و بینش آینده نگریش بر اینه که من کارهایی رو انجام بدم، فعالیت‌هایی رو داشته باشم که مورد رضایت تو ای الله متعال هست و اصلح لی فی ذریتی. الان سرمایه گذاری میکنه روی آینده فرزندانش، تربیتشون و رسوندن اونها به جایی انی تبت الیک و من از هر لغزش هایی که برای من صورت گرفته توبه کردم و انی من المسلمین و من از مسلمون ها هستم. یعنی رضایت به وضع زندگیش، آینده نگری، برنامه اینی که من خودم رو کنترل کنم و مسیری رو که الان توش هستم به سرمنزل سعادت برسونم. این یه موردش هست که این
عمر در قرآن کریم ذکر شده. یه مورد دیگهش در قصه سلیمان علیه السلام هست، وقتی که اون قصه سلیمان بود و با لشکرش که می اومد و اون مورچه که به مورچگان گفت که به اصطلاح مواظب خودتون باشید که سلیمان شما رو با لشکرت له نکنه که اونا متوجه شما نمیشن. حضرت سلیمان لبخندی زد و فرمود و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی، به من کمک کن که شکر نعمتی که بر من و بر نیاکان و پدران من دادی اون رو ادا کنم. خب یعنی رضایت از وضع گذشته خودم و این که گذشته و رفته و نعمت‌هایی که به من دادی این رو شکرش رو ادا کنم. و ان اعمل صالحا ترضا، و همچنین در پی اعمال صالح و نیکو باشم، رضایت خودت رو به دست بیارم. و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، و به رحمت خودت من رو در زمره بندگان صالح خودت قرار بده. پس یک کاری که باید در این مرحله افراد انجام بدن اینه که روابط اجتماعیشون رو گسترده تر کنن با افراد صالح در همین عمر، بر افراد صالحی که در همین عمر هستند یا این عمر رو گذروندند، افرادی که مقداری سال خورده تر از خودشون هستند با اونها رفت و آمد بکنند، افراد صالح و نیک. یعنی یک فضای اجتماعی صالحی رو برای خودش به وجود بیاره که در این فضا بتونه خودش رو کنترل کنه و باعث نشه که این بحران اون رو داغونش کنه و مچالش کنه و باعث بشه که یه تصرفی از اون صورت بگیره که این تصرف زننده باشه، باعث آبروریزی اون بشه، باعث رسوایی بشه، جامعه اون رو به چشم بد نگاه کنه و یک نوع تغییر و تحولاتی به وجود بیاد که به اصطلاح خودش راضی نیست. در عموم این نوع بحران، این مرحله از عمر باعث میشه که افراد به نوعی اضطراب و توتر دچار بشن، گوشه‌گیر بشن، در پی یادگیری چیزای دیگه نباشن، به همین چیزی که به دست آوردن اکتفا کنند و بخوان که به اصطلاح یک نوع تغییر و تحولاتی که هم در شکل و شمایل و هندام خودشون به وجود میارن، همیشه فکر گذشته هستند و هی خاطراتشون رو تعریف میکنن، چون که به اصطلاح افراد پیر همیشه با تاریخ میخوان زندگی کنن. اهتمامش به همسرش کم میشه، روابطش در خانه یک مقدار سرد میشه، بیشتر سعی میکنه که وقتش رو در خارج از خانه بگیره، بگذرونه، تصمیمات عجولانه میگیره و چیزی که بسیار مهم هست اون اینه که حالا همچین مرحله اومد، فرد دچار همچنین بحرانی شده، الان این بحران و این مرحله رو چطور ما بیایم کنترلش کنیم؟ افراد خانواده به خصوص همسری اون خانواده چی کار بکنه؟ ببینید، اول اینی که این برنامه رو ما تماشا کنیم تا بدونیم که این نوع روند یا این بحرانی چیز طبیعی است. این آگاهی به ما کمک میکنه که همچنین موردی برای همه پیش میاد و من هم یکی از این بنی آدم همچنین موردی برای من پیش میاد یا برای پدر ما پیش اومده یا برای همسر من پیش میاد. حالا ما چطور با این رفتار کنیم؟ الان یک به اصطلاح جانب نقصی که در اون در خودش احساس میکنه، حالا این نقص وجود داره یا نه این چیز دیگه ای هست. آیا این در ازدواج اولش موفق بوده یا نه این موردی هست. آیا اصلا زندگیش که گذشته واقعا ایشون شکست خورده میخواد یه تجربه دیگر رو تکرار کنه، این مورد دیگه. در همه این موارد این فرد الان احساس میکنه که موفق نبوده، باید همسرش بیاد و این جانب نقصی که درش هست یا این احساس کمبودی که درش هست، این احساس کمبود رو پر کنه با بها دادن به اون، با احترام، با قدردانی، با تشکر از کارهایی که میکنه، با قدردانی کردن از به اصطلاح فعالیت‌هاش. یه مورد بسیار مهم هست که خانم‌ها باید مد نظر داشته باشن. اصلا در این مرحله خود خانم‌ها یه فضایی به آقایون میدن که احساس شکست بکنن. اون وقتیه که خود خانم به هر حال تو این طرف اومده 40-45 سال رسیده، حالا تو خونه 5-6 تا بچه هم هست، مادر به بچه ها مشغول میشه، نیاز عاطفی مادر اصلا به شوهر کم میشه. خب خانم ها بعد از
35 سال شروع میکنن به پیر شدن و نیازتر شدن به آقایون. خب در این مرحله شاید خانم چون که با بچه‌هاش مشغوله، با زندگیش مشغوله، به خصوص اگر زن کارمندی باشه، این رو زیاد تاکید میکنم، چون که در خانواده‌هایی که خانم خانه بسیار کارمند هست و مشغول هست، ما شاهد بحران‌های بسیار حادتر هستیم. به طلاق عاطفی در این خانواده ها درصدش بسیار بسیار بالاست، تنش‌های داخل خانه بسیار بالاست، سردی فضای خانه بسیار بالاست و عموما در این خانواده ها فضای تربیتی برای فرزندان هم خیلی کمتر هست و آقایان دچار این مشکلات میشن. به هر حال اینی که طرف مثلا خب چه کار میکنیم، منی که دچار همچنین بحرانی شدم زیاد به خودم رو گیر ندم به مثلا مظهر خارجیم، آقا ریشم سفید شده زود سیاش بکنم، حالا کسی تونست سیاه کنه نکرد هیچ براش مهم نباشه، مردم چطور نگاه میکنن نمیدونم، به اصطلاح خانم ها ماتیک زدن و رنگ و روغن زدن و اینا زیاد براشون خودشون رو گیر ندن. وقتی که تو این مسائل خودشون رو گیر دادن، اون کسی که میخواست به اصطلاح با وجود اینه که پیرمرد هست میخواد خودش رو جوون نشون بده و این براش خیلی مهم هست و از اهمیت اولا برقرار هست، این دچار به اصطلاح این اختلال میشه. و یه مورد دیگه هم که معیارهای سنجشیمون هم عوض بشه، همیشه در فکر آخرت باشیم، در فکر عمل صالح، در فکر اینی که خودمون رو خوشنام‌تر کنیم پیش خدامون باشیم، به جای اینی که بها بدیم به زندگی مادی و پایبندی درست به نمازهامون، به دعاهای صبح و شام، یه نوع رابطه صمیمی برقرار کردن با خداوند منان. چون این مرحله بسیار خطرناک و لغزشش بسیار بسیار خطرناک هست. روابط اجتماعیمون رو گسترده تر کنیم با افراد صالح و نیک، وقت خالی رو نذاریم واسه خودمون، وقت خالی رو هم پر کنیم و زیاد گیر ندیم. اگر اشتباهی صورت گرفت، اگر لغزشی صورت گرفت، زیاد انتقاد کردن و نق زدن و اینا رو بذاریم کنار و در پی ساختن آیندهمون باشیم. یک میان برنامه رو با هم میبینیم، برمیگردیم با شما عزیزان و سوالاتون. این موضوع همچنان با ما خواهد موند انشاءالله در هفته آینده، به خصوص جانب مهمترش اون همین ویژگی ها و همین بحران رو شاید خانم ها هم داشته باشند. الان آقایون با این خانمی که دچار همچنین مواردی شده چطور برخورد کنند، خانواده چطور برخورد کنه و چطور این رو کنترل کنیم، انشالله با هم در هفته آینده مرور میکنیم. الان برمیگردیم بعد از میان برنامه با سوالات شما عزیزان. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأرض
الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان. از جمله سوالاتی که به ما رسیده و بسیار دردناک بود، خانم پزشکی هستن متخصص زایمان و سوالشون بسیار برای من دردناک و طولانی بود. حالا خلاصش اینه که میفرمایند که من کارمند بودم و شوهرم زن دوم گرفت. بعد از این من این رو تحمل نکردم، 5 تا بچه داشتم، از شوهرم طلاق گرفتم. شوهرم بسیار آدم خوبی بود و قدردان زحمت‌های من و ازش خواستم که بچه‌ها رو برای من بذاره، چون که به من اعتماد داشت. بچه‌ها رو پیش من گذاشت. من تمام زندگیم رو فدای تربیت و رساندن بچه‌هام کردم. بچه‌هام الان همشون سر و سامان گرفتن، به جایی رسیدن. من پیر و فرسوده شدم، افتادم، وضع حالم بسیار بد و الان نزد هیچ یکی از بچه‌هام جایی ندارم و در آخر میفرمایند چه خاکی به سرم بریزم. من خاک خاصی رو سراغ ندارم برای این مادر بزرگوار، اما قصه ایشون رو بهانه میگیرم برای
درسی برای مادران و پدران بزرگوار که مفهوم تربیت فرزندان رو درست درک نکردند. ببینید ایشون چون که کارمند بود، چون که به اصطلاح به شوهرش نمیرسید، خودش هم میگه که شوهرم ایدئال بود، بهترین بود. با این وضع چون شوهر مجبور شد در این مرحله عمری که به اصطلاح ما توش هستیم احساس کرد که زن نداره، کمبود داره، اومد ازدواج مجدد کرد. این خانم که باز هم در همین مرحله و با این بحران روبرو بود، نتونست این بحران رو کنترل کنه، آگاهی نداشت، اومد و طلاق گرفت. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که ما میبینیم. حالا من نمیخوام که روی این مبحثی که به اصطلاح بحرانی که این دوتا باشه روبرو بودن بحث کنم، چون این رو ما در ابتدای برنامه گفتیم. الان میخوام یک پیام بدم به خانم ها و آقایون، مادرها و پدرها. ببینید عزیزان، اینی که شما فکر کنید شما رو خداوند آفریده برای خدمت فرزندانتون، برای تباه کردن زندگیتون برای دیگران، این فهم شما، این درک شما اشتباه است. فرزندان برای شما آفریده شدن، نه شما برای اونها. فرزندان خداوند متعال اونها رو از زینت حیات دنیا، زینت زندگی، از جمله زینت‌های زندگی چی هست؟ فرزندان. همونطور که مال و ثروت و دارایی و نعمت‌هایی که خداوند متعال به شما میده زینت‌های به اصطلاح لذت‌های زندگی هستند، فرزندان شما از جمله لذت‌های زندگی هستند. اما در این زندگی اولویت خود شما هستید، نه فرزندتون. یعنی شما خودتون رو تباه کنید، ضایع کنید برای فرزند، نه، این در برداشت اشتباه است. شما باید فرزندتون بفهمه و بهش برسونید که فرزندتون برای شما فرزند رو تربیت میکنید تا انسان صالحی باشه و انسان نیکی باشه که اجر و پاداشش به اصطلاح بیاد برای شما. شما هدفتون خودتون هستید. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. اگر خوبی کردید برای خودتون کردید و اگر بدی کردید برای خودتون کردید. خداوند متعال به ما دعا یاد میده، میگه اول خودت، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. خدایا بار الها ببخشا منو، بعد پدر و مادرم رو، من قبل از پدر مادرم، بعد از پدر مادرم دیگران، اونایی که به صورت خویشا هستند، میان و رفت و آمد دارند با من. اول خودم. حتی اگر فرزندان تو مادریت رو بکن برای همه، حتی اگر برای سگ اصحاب کهف باشه. بچه بعد از تو مادریت رو بکن، آخرش با نیکان پی نیکان میگیره و آدم میشه. تو مادریت رو بکن. بچه میخواد که به اصطلاح داغون بشه، میخواد بچه نوح علیه السلام بشه، غرق بشه، بره غرق بشه. تو مادریت رو بکن به بچت. به این بچه باید بدونه که شما در تربیت اونها دارید عبادت خدا رو میکنید برای خودتون. اینهو شما میرید، بچه براتون مسجدی هست برای عبادت. اگر اون بچه خوبی بود شما میرید تو این مسجد عبادت رو میکنید. بچه بدی بود، انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. خداوند به پیامبرش میگه این اصلا از بچهای تو نیست، گمش کن، این عمل غیر صالحی هست، این آدم پلیدی هست، بره به گورش. به شما چه؟ شما خودت باش، بچت بدونه که اون مسجدیه برای شما. مسجد بدی شد شما ولش میکنید، میرید مسجد دیگه، میرید بچهای دیگر رو بهشون میرسید، اونها رو تربیت میکنید. شما در فکر رسیدن به رضایت خدا هستید، در فکر رسیدن به خودتون هستید. اما اون مادری که میاد خودش رو تباه میکنه، تر و خشک بچهش با اون، مامان مدرسه‌ام دیر شد، مامان کفشام، مامان لباسام، مامان رفتم حمام، مامان حوله رو بده من، مامان لباسم کو، مامان همه شد مامان. خودش که میخواد رو پای خودش ورسه. عزیز من، تو میخوای چه تربیت کنی؟ میخوای یه گاو گوشتی تربیت کنی هی بهش برسی، یا میخوای یه مردی تربیت کنی که بتونه رو پای خودش وایسه و آیندهش رو بسازه؟ چرا ما میایم بگیم که آقا محمد ابن القاسم هند و به اصطلاح فتح کرد 17 سال، محمد فاتح 12 ساله بود که قسطنطنیه رو فتح کرد، معاذ و معوذ 13 و 14 ساله بودن سر ابوجهل رو زدن، اسامه ابن زید 17 ساله بود لشکر فرماندهی لشکری رو میکرد که توش ابوبکرها و عمرها بودن. اونا رو هم پدر مادرانی مثل من و شما ساختن. پس اینی که شما بیایید خودتون رو داغون کنید برای فرزندانتون، این اشتباهه.
اصلا به شیوه درست تربیتی نیست. خداوند متعال چون میدونه که مادر احیانا در مادری خودش طغیان میکنه و مادری خودش رو به نحو احسن انجام نمیده، برای مادر 3 مورد 3 وقت مرخصی اجباری گذاشت. مرخصی از کی؟ مرخصی از نوزاد، از بچه‌ای که 4 دست و پا داره میره، از بچه کوچیکش. خداوند متعال در سوره نور آیه 58 فرمودند که یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم 3 مرات. 3 دفعه این بچه‌های شما که بچه‌هایی که هنوز به سن رشد نرسیدن، اینها باید 3 دفعه حداقل 3 مورد هست که در اتاقتون باید قفل باشه. چرا ما برای درهای خونمون اتاق خواب قفل داره، همه درها قفل در داره؟ در واسه اینه که در باز و بست میشه، یعنی اجازه گرفتن. 3 وقت اینها 3 عورات لکم. خداوند میگه اینها 3 موردی هست که شما باید با خودتون باشید، شما باید به خودتون برسید. من قبل صلاة الفجر و حین تضعون ثيابكم من الظهيرة و من بعد صلاة العشاء. این 3 موردی که بسیار قبل از نماز فجر، در گرمی یا در ظهر یا بعد از نماز عشاء، وقت خوابی که هست، اینها حتی بچه کوچیک حق نداره که بیاد تو اتاق شما. شما در استراحت هستی، زنگ تفریح شماست. اما اگر بچه بزرگ شد، باید در همه مورد، بچه بزرگ مثل یکی بسیار بیگانه باید در خونه رو بزنه، باید در اتاق رو بزنه. یعنی شما، یعنی چی؟ یعنی این شخصیتی که شما دارید، این نیازی که شما دارید، این خودیتی که شما دارید، این رو باید بچه احترامش رو بذاره. بچه بداری که بسیار پدر یک شخصیتی داره برای خودش، یک جایگاهی داره، مادر یک شخصیتی داره، یک جایگاهی داره. نه اینکه فکر کنه که پدر و مادر برای منند، مال منند، مثل دوچرخه منند، میخوام به دیوار بزنم، میخوام به این ور اون ور بندازمش، به من به هیچ کسی ربطی نداره، مال خودمه. این خانم همین کار رو کرد. این خانم خودش رو فدا کرد برای بچه‌هاش. هر کسی که خودش رو فدا میکنه، احترام خودش رو زیر پای دیگران میذاره، خودش رو خاک پای دیگران میکنه، در نهایت جاش کجاست؟ خانه سالمندان. اگه خانه سالمندان نرفت، الان ما باید تعجب کنیم که چرا؟ چون که کسی که خودش رو میاد اینطور خورد میکنه، فکر میکنه که با این کار من به صورت دل بچه‌ام رو به دست میارم. نه، با این کار تو احترام و شخصیتی که داری میندازی زیر پای بچت. وقتی که بچه احساس نکرد که تو احترام داری، تو شخصیت داری، خب لهت میکنه. الان ما چه انتظاری داریم از این بچه‌هایی که احساس نمیکنن که این مادر جانفشانی کرده، این مادر خودش رو خورد کرده، این مادر خورد هست، این مادر فاقد احترام هست، فاقد شخصیت هست. اینجاست که باید این رو به اصطلاح درک کنیم و بدونیم که نه، باید بچه بدونه که حد و مرزاش کجاست. بچه خردسال باید بر این حد و مرزها و تربیت بشه. بزرگ شد باید بدونه که هر کاری دلش میخواد با پدر و مادرش نمیتونه بکنه. پدر و مادر شخصیت خودشون رو دادن، جایگاه خودشون رو دادن، اون مال پدر و مادر هست، نه اینکه پدر و مادر به اصطلاح مال اون. این رو اگر ما به بچه هامون یاد ندیم، این مرحله از اخلاق و تربیت رو به اونها ندیم، نهایتش مثل همین خانم دکتر میشیم که اینطوری به اصطلاح خودش رو از دست داده و الان میگه که من هیچ جایی تو خونه بچه هام جا ندارم. واقعا دردناک هست و باید چون این موردی پیش نمی اومد، الان همه اون چیزی که پیش اومده برای من یه چیز طبیعی هست، چون که این مادر خودش رو فدا کرده. ببینید شوهرش رو از دست داد. به خاطر چی؟ به خاطر همین بچه هاش رو الان از دست داده. به خاطر چی؟ به خاطر شیوه تربیتی نادرست. اصلا تو چرا شوهرم به من اعتماد کرد، بچه هام رو داد به من که تربیتش کنم. اولا شوهرت بیخود کرد، ثانیاً خودت بیخود کردی، گرفتی. این بچه ها یه ریتمی داره، یک سیستمی رو خداوند متعال گذاشته. آقا شوهرم بد بود، من بچه رو گرفتم که خودم تربیتش کنم. خیلی کار اشتباهی کردی. شوهرت بد بود، به بچه نمیرسید، بیذاشید پسر اونه، بچه اونه، میذاشید هر کاری دارش میخواد باش بکنه. چون که اون ببینید این خانواده بحران دار هست. همه که خانواده ها مستقر نیستن. تو جامعه خیلی افراد هستن که بحران دارن، مشکل دارن.
پدر و مادر طلاق میگیرن. خب طلاق گرفتن چیکار میشه؟ خب این بچه باید بدونه که در این خانواده بحران دار، در این خانواده‌ای که پدر از مادر جدا شده، من چطور خودم رو بسازم. من میخوام فرد آینده باشم، من میخوام تو این جامعه زندگی کنم. پدر و مادر بود نبود، خب خیلی از پدرها میمیرن، خیلی از مادرها میبینن، حالا اون بچه‌ها باید ضایع بشن؟ نه خیر، اون سیستمی که خداوند متعال گذاشته یه سیستمی هست که این افراد رو تربیت میکنه برای ساختن آینده. نه اینی که ما بیایم به هوای و هوس خودمون، من خواستم که بچه‌هام رو تربیت کنم، از شوهرم جدا شدم که چی؟ بچه‌هام رو تربیت کنم. این چه عقلیه، چه منطقیه؟ با این عقل و منطق دونستی زندگی تو تباه کردی، بچه‌هات رو هم تباه کردی. این بچه‌ها احساس میکنن که بله پدرمون به ما برامون ارزش قائل نبود، چون که مادر بهشون میرسه، پدر از پدر جداشون کرد، پس پدر رو ترک کردن، پدر براشون هیچ اهمیتی نداره برای این بچه‌ها. خود مادر که هیچی نیست، خود مال ماست، مثل توپ خودمونه، میخوایم بزنیم هر طرف که دلمون میخواد بزنیم، حالا هم میزنن. اعتراض رو چیه؟ دردناک بود. به هر حال این پیام انشالله به این بهانه این پیام رو به خانواده ها تونستیم برسونیم. سلام علیکم برادران گرامی شبکه جهانی وصال حق. یک مشکل داشتم، دخترم همراه یک پسر با دین و با اخلاق آشنا شده. پسر از دخترم خواستگاری کرده. برای دخترم گفت که فامیل اینها با فامیل ما فرق میکنن. ما گفتیم به دخترمون، اما دخترمون قبول نکرد، گفت پسر با ایمان و با تقوایی است، میخوام با این پسر ازدواج کنم. نامزد شدیم، محفل گرفتیم و نکاح کردیم. 6 ماه از این نکاح میگذره. حالا دخترم میگه که من به اصطلاح همراهش عروسی نمی کنم. چرا عروسی نمی کنه دخترم؟ چون پسر ریشش رو کم کرده، مثل بچهای کوچه بازاری موهاش رو مد میده و من نمیخوام که باش به اصطلاح ازدواج کنم و از من بیش از چند مورد خواسته که باش از دختره خواسته که باش هم بستر بشه و ما قبلا این رو گفته بودیم که این باید بعد از جشن ازدواج صورت بگیره. ما قبل از این به دخترمون اجازه نمیدیم. الان دختره میگه که من پسره رو نمیخوام، پدر اصرار داره و میگه که باید با همین پسر ازدواج کنی چون آبرو و حیثیت من در خطره و اگر ازدواج نکنی من میکشمت. خیلی جالبه. اولا ببینید عزیزان، یه بحران هست. این بحران رو باید گرد و خاک شما زیاد کردید با تنش ساز که یکم صبر کنید تا این گرد و خاک بیفته. وقت جزئی از درمان این گونه مشکلات هست. با دختر بشینید که ببینید مشکلش چیه. اینی که پسر نمیدونم موهاشو آرایش میکنه و شکل و قیافش رو عوض کرده و اینا، این که بهانه نشد. ببینیم پسر چرا این کار رو میکنه. آیا هر به اصطلاح مویی کم کردن یا ریشی زدن علامت انحرافه؟ نه خیر. مده با چه افرادی راه میره، با اونا از اونا رنگ میگیره. آیا مسئله فقط مده است؟ مسئله اینه که پسر میخواد خودی نشون بده تو جامعه، میخواد نشون بده که من خواستگاری رفتم، من دامادم، یا نه میخواد که فقط یا واقعا در انحراف افتاده؟ این رو باید ما کشفش کنیم. مسئله چی است؟ دختره چرا ناراحته؟ ببینید این دختره طبیعی است. این مرحله عمر مثل همین مرحله که الان باش بودیم، زود افراد تصمیم میگیرن، عجولانه برخورد میکنن، به خصوص دختر خانم‌ها. حالا ببینیم چرا خداوند متعال طلاق رو به دختر به زن نداد؟ چون که جانب عاطفیش بر جانب عقلانیش و منطقیش غلبه داره. حالا این دختر هم همینطور. حالا ببینیم که این دختر مشکلش چی هست. آیا مثلا یه موردی بوده، آیا مثلا به اصراری که ایشون کردن بر هم بستری یک موقفی گرفته، یا نمیدونم یه دعوایی شده که میگم ما نمیخوایم. اصل ماجرا رو باید که بدونیم چی هست. بعد از اون ببینید الان اگر ما نتونستیم این دوتا رو با هم راضی کنیم که کنار هم بیان با هم زندگی کنند و با رضایت کامل این صورت نگرفت، الان بهترین وقت برای طلاق. اینی که مدت زمانی گذشته خواستگاری کرده، به هر حال مدت زمانی گذشته باشه، هیچ موردی نیست، تا حالا ازدواجی صورت نگرفته. از اینی که ما الان شکست رو تجربه کنیم بهتر از این است که بعد از 2 سال، بعد از 4 سال، بعد از بودن چند تا فرزند این تجربه اتفاق بیفته. الان باید این دوتا رو با هم بشینیم، با دختر با پسر، ببینیم مسئله چی هست. اینا الان محرم هم دیگه هستن، میشه با هم قضیه رو خیلی رک باز کرد.
در نهایت اگر دونستیم که اینها با هم کنار نمیان، دیگه کله شقی پدر اینجا معنا نداره. اینجا در نهایت اگر پدر همون روی کله شقی خودش بود، اینه که این ازدواج باید متوقف بشه، مدت زمانی ازش بگذره، بذارید مدت بگذره، 2 سال بگذره، 3 سال بگذره، تا عقلها سر جای خودش بیاد، تا همون خشم پدر هم فروکش بکنه و بدونه که ببینید آبرو و حیثیت نه پدر دست دختره، نه مال دختر دست در اختیار پدر. پس اینی که آبروی من میره، نمیدونم مردم چه خواهند گفت، اینها رو بذاریم از سرمون کنار. ما برای مردم زندگی نمی کنیم، برای خودمون. حالا که برای خودمون زندگی میکنیم، خیر خودمون مال خودمون هست، شر خودمون مال خودمون هست. مردم چی میگن دهن مردم رو نمیشه بست. ما برای مردم زندگی نمی کنیم. در نهایت بعد از این مدت، در طی این مدتی که به اصطلاح قضیه رو به تأخیر مندازیم، روابط بسیار عادی باشه، روابط دیپلماسی باشه، رفت و آمدها زیاد صمیمی نشه، تا قضیه حادتر نشه، تا بیایم به یک حل خوب برسیم که ازدواج بشه یا نه. عزیزی دیگه میفرمایند یکی رو میخواد 4 ساله خانواده خودش راضی اند، بقیه اقوام ناراضی هستند. با هم دیگه رو میخوان، خانواده راضی اند، بقیه اقوام ناراضی اند. ظاهرا میخواستن برای عقد بیان که شب قبلش کسی تیراندازی کرده سمت خونهشون و اونا منصرف شدن. احتمالا از اقوامشون بوده و یا خود طرف نمیخواد بیاد، خواستگاری بهونه میگیره. بهترین فرصت هست. ببینید عزیزم، 4 سال از این خواستگاری گذشته، 10 سال گذشته، هر چی گذشته باشه، طرف دنبال بهونه است که نیاد. تیراندازی شده نشده، شما خودتون دارید احساس میکنید که طرف دنبال بهونه است. الان شما چرا بهش چسبیدید؟ هیچ، اینی که به ما 4 سال وعده داده، نمیدونم گفته، همه راضیان، طرف راضی نیست. اگه واقعا شما رو میخواست تیراندازی میشد، به اون چه؟ هر که میخواد تیراندازی کنه، میاد ازدواجشو میکرد. پس طرف اگر دنبال بهونه است، شما خودتون رو بهش نچسبونید، 2 رکعت نماز شکر خدا رو به جا بیارید که این طرفی که برای شما مناسب نبود الان پاشو کشید کنار. هنوز هیچ صورت نگرفته، نه خواستگاری شده نه هیچ. خب میخواستن بیان که نیومدن، بهتر. خب و الان شما باید در فکر سوژه دیگه باشید، در فکر خوشنامی برای خودتون و برای همه باید بدونن که اونها در بین خودشون مشکل دارند، واسه این نیومدند. افرادی که میدونستند کسی برای خواستگاری شما میاد الان عقب نشینی کرده، باید بدونن که در بین اونها تیراندازی صورت گرفته، اونها در داخل خودشون خانواده اونها مشکل دارن، تا این نشه که اون به اصطلاح یک شایعه نادرستی در بین افراد پخش بشه و لطمه اخلاقی به شما وارد بشه. اونا بدونن و کارشون و شما خوشحال باشید از اینی که خداوند متعال از این وصلت شما رو نجات داد، وصلتی که قبل از اینکه صورت بگیره نشان داد که یک وصلت موفقی نیست. اگر زن به شوهرش 8 سال متمادی خیانت کند و خود اعتراف کند، بگه که از این به بعد توبه کردم و از شوهر به خاطر بچه‌های کوچیکش طلب عفو کند، شوهر چه باید کرد؟ 8 ساله که این زن خیانت میکنه. اگر منظورش خیانت جنسی هست، خب این شوهر برمیگرده به این شوهر. اگر این شوهر اینقدر ظرفیت داره که همچنین زنی رو با خودش تحمل کنه و ببخشدش و ازش گذشت کنه، خب این کارو بکنه. اما عموما همچنین ازدواج‌های موفق نیست، چون که این زن به یک اعتیاد دچار شده، خیلی اعتیاد خطرناکی هست. این شوهر میتونه آزمایش دی ان ای بگیره، بچه‌هایی که از خودش هستند ورداره، بچه‌هایی که از خودش نیستند ولش کنه و اگر خواستم از زنش به آرامی جدا بشه، بدون اینی که بدنامی و رسوایی رو به بار بیاره، چون که رسواییش بازخواست‌های حقوقی و قانونی خودش رو داره و این مرد هیچ گونه دلیلی و هیچ گونه مدرکی در این مورد نداره. اگر میخوان جدا بشن، خیلی آروم و سر صدا از هم جدا بشن و هر یکی دنبال کار خودش بره و بدون اینکه سر صدا بکنن، که هر گونه سر صدا و هر گونه بدنامی به همه فامیل و خانواده ها لطمه میزنه و اگر نیت جدا شدن دارن، فقط
پدر مادرها در جریان مسئله قرار بگیرند تا این ازدواج، این طلاق به آرامی صورت بگیره. اگر نمیخواند و این مرد به اصطلاح در یک فضای اجتماعی هست که همچنین اجازه رو میده یا در همچنین فضایی هست که به اصطلاح میتونه تحمل بکنه همچنین زنی رو و توبهش رو قبول کنه، عموما مردها نمیتونند. اگر این ظرفیت رو داره که همین زن رو در کنار خودش داشته باشه و یه زنی دیگه بگیره، این زن باید هر گونه تنازلی که اون مرد ازش میخواد تمام این تنازل ها رو بده، چون که به هر حال خیانت از طرف خودش بوده و در واقع تار و پود این ازدواج رو این زنه که پاره کرده و باید بها رو هم پس بده و راضی باشه به هر گونه تنازلی از طرف خودش. عزیزان، وقت به پایان رسید و همچنان سوالات شما بینندگان هم هست و انشالله در جلسه آینده بیشتر با هم در این مورد به خصوص این مرحله حاد سخن خواهیم گفت. ما رو همراهی کنید انشالله و سوالات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ما برسونید. تا دیداری دیگر همه شما عزیزان رو به الله منان میسپارم. همیشه زندگی شاد و خرم و سربلند باشید.